السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از الله بسیار مهربان دعاگو هستم که خداوند خاتمه کار همه ما و شما را به خیر گرداند، ایمانهای همه ما و شما را با سلامت نگه دارد، میل و خواهش و محبت ما را به سوی دین خدا زیاد بگرداند. و از الله مهربان دعاگو هستیم گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت کند، بیماری های ما و شما را شفای کامل نصیب گرداند. و الله مهربان دعا میکنیم که خداوند این نعمت امن، این نعمت آرامی همیشه در این ملک ما و شما حکم فرما باشد. برادرانی که در مهاجرت هستین، در مسافرت هستین، خداوند سفراتون را نیک و خیر بگرداند. برادران عزیز و گرامی، پیش از چند سوالی که من باید جواب گردانم، در یک روزهای قرار داریم که در همسایگی ما و شما در ملک افغانستان یک دیگرگونی همراه بسیار سرگردانی ها و تشویش ها و قریب هر روز که پیگیری اخبارهای اونها را میکنیم، برای خودم لازم دانستم که دعا کنم که الله مهربان تشویش ها و سرگردانی ها و ناراحتی ها و ناآرامی هایی که در این همسایگی ما در این ملک افغانستان هست، خدای مهربان برطرف گردانه و این ملک هم امن و آرام گردانه، مردمش آسوده نگه داره. و الله مهربان یکدیگر فهمی را و در پهلوی یکدیگر ایستاده و ملکشان آباد کردن خداوند توفیقش بر این مردم نصیب بگرداند. زیرا برادران عزیز و گرامی، هرگاهی که در همسایگی ما اگر تلاطم و نافهمی و جنجال ها باشد، ما هیچ وقت خودمان راحت احساس کرده نمیتونیم و هیچ وقت برادران عزیز وقتی خوش هم نداریم. برای همین از همه برادران، از همه خواهران که در همین تاجیکستان بسیار بسیار عزیزی ما و شما زندگی داریم، خواهشم همین است که در هر یک نمازاتون برادران عزیز، در هر یک پشت قرآن خوانی هاتون، در پشت هر یک ذکرهاتون، در پشت هر یک نمازهای شبتون دعا کنین که خدای مهربان این فضای بسیار امن و آرامی که امروز داریم، خداوند این را پایدار نگه بداره و الله مهربان هیچگاه سختی ها را، دشواری ها را، کشماکشی ها را، نافهمی ها را
خداوند به ملک ما نیارد. برادران عزیز گرامی، من از شما بار دیگر خواهش میکنم که در دعاتان ایره حتما شریک گردانید. حتما دعا کنید که خدای مهربان این نعمت از ما و شما نگیرد تا مثل همون ملک هایی که همین سرگردانی را دارند، همین تشویش ها را دارند، همین تبسمی که چهره هاشون دوره، آب چشم هایی که سرازیر می شوند، خدای مهربان این حالت و این روزها را برای ما و شما نیارد. و برادران و خواهران عزیز، برای امن و آرامی این ملک هم سهم هر کدام ما و شما در کاره. سهم ما و شما چی است؟ سهم ما و شما این است که همین نعمتی عقلی را که الله بر ما داده است همین را درست استفاده بردن. عزیزان خدا میگن انسان از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود. یعنی یک بار از همون سوراخی که تر مار گزیده بود، برای تو همون سوراخی باید که درسی باشد، عبرتی باشد که هیچگاه دیگر دستت را در همون سوراخی نگذاری. ما این روزهای وزبین برادران و خواهران عزیز یک بار پشت سر کردیم، الحمدلله رب العالمین. برای همین دویم باره عقلها را کار فرماندن در کار و همیشه دعا کردن در کار که خدای مهربان این روزهای سخت دیگر، این صداهای تیر، این صداهای طیاره هایی که بر بالای خانه ها میگذرد، اینها را خدای مهربان بار دیگر به ملک های ما نیارد. برادران عزیز و گرامی، الله رحمت کند مادرها و پدرها ماند. اگر یاد داشته باشیم پیشتر وقتی در خانه هامون قیچی بود، همین قیچی را ما و شما وقتی می گرفتیم با قیچی وقتی بازی می کردیم، یعنی همون را صداش را می برآوردیم، پدر و مادرای ما از دست ما قیچی را می گرفتن، می گفتن اگر با این قیچی کسی که اگر مقصد میکشایه و محکمش میکند این خاصیتی بد دارد. یعنی خاصیتی بدش چیه؟ جنگ میشود. بله برادران عزیز و گرامی، اگر چندی که این حرف یا این عمل اگر یکی از خرافات هم که باشد، لیکن نیت کلانترهای ما بسیار نیت های نیک بودن که از جنگ ببینین که دوره های حکومت سویتی بود که در ذهن یگان تایما جنگ کردن یا جنگ شدن وجود نداشت، برای که اون ملک خیلی ملک مقصد او زمانها خیلی زمانهای آرامی بود، زمانهای تنج بود. ولی بازم همین کلانترها همین کار من میکردن که نکو بچم که جنگ میشود. برای همین امروز هر کدام ما حتما برادران عزیز و خواهرای خیلی مهربان تمام همان کوشش هامون، تمام فهمش هامون روانه کنیم که تا اندک یک کاری که اگر سبب ناآرامی ملک ما باشد ما او را باید پیشگیری کنیم. عزیزای خدا میگن وقتی که انسان اگر یگان جوش درد کند، مقصد مرا چشمم درد میکند یا گوشم درد میکند، وقتی من احساس میکنم که همین گوشی من درد کرده است، معنای او را دارد که من زنده ام،
زنده ایم که درد احساس میکنم. وقتی میگد وقتی اگر درد دیگران را احساس کردی، اینجا در تو انسان هستی. اگر درد خود به تنهایی احساس کردی، تو زنده ای. اگر درد دیگران را احساس کنی، اینجا تو انسانی. برای همین دردهایی که ما در دیگر ملک ها میبینیم، در دیگر مردم میبینیم، همون درد ما احساس میکنیم، زیرا که ما با گفت عزیزای خدا انسانیم. الله رحمت کنه شیخ سعدی را میگفت اگر این درنده خویی زی طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی با روان آدمیت. اگر هر کسی که همیشه خواهشش جنگی، تلاش جنگی، راه ها میکود که مقصد جنگ شود، اینها میگه درنده ها هستند. این خصلت درنده ها هست که همیشه تلاش جنگ دارن، خواهش جنگ دارن، یا جنگجوی هستند، یا راه هایی که باید جنگ شود همون راه ها را مقصد آماده میکنن. شیخ سعدی میگه تا اگر از همین فعل درندگی پس نگردانی، ما تو را انسان نمیگیم، ما تو را آدم نمیگیم. برای این برادرها، خواهرها عزیز، منم یک فردی جامعه، منم یک برادر و منم یک مقصد گویم نصیحتگر شما. فقط خواهشم از همه شما همین است که برای این نعمت امروزه داشتگیمان هم شکرگزاری کنیم، هم پشت هر عبادت من دعا کنیم که خدای مهربان همین نعمت در ما نگه بداره. هست برادران عزیز نفرهایی که همین آرامی ما در، همین آبادی ما در بخیلن، بدبینن و بسیار ناراحتن، میخواهند که همین را از ما بگیرن. این خیلی نفرها هم هست. برای همین عزیزای خدا میگن دزد دو خیل میشود. دزدی هست که مال میدزدد، مالها را میدزدد، مثل که تلفن را میدزدد، خانه میدراید تلویزیون میدزدد، پول ما و شما را میدزدد. یک نمودی دزدی. دویم نمودی دزدهای سیاسی میگن. دزدهای سیاسی عقلهای ما و شما را میدزدد. وقتی که اونها عقلهای ما و شما را دزدیدن، برادرای عزیز و گرامی، معنای این را دارد که اونها هوس ما را دزدیدن، آرمان ما را دزدیدن، اونها آرامی ما را دزدیدن، اونها تنصیحتی ما را دزدیدن، اونها خواب راحتی ما را دزدیدن. زیرا وقتی عقل ما را دزدید، ولی جناب ابن جوزی در کتاب تلبیس ابلیس میگد شیطان اولین کاری را که انجام میدهد عقل آدم میدزدد. و ابن جوزی میگه که عقل به مثال چراغ است. وقتی چراغ خاموش شد، دیگر در درون خانه تاریک هر کاری را که خواهد انجام میدهد. وقتی همونها عقل ما را، چراغ ما را خاموش میکنند، دیگر هر بدی را که خواهند انجام میدهند. برای همین برادرای عزیز، ما اولا از هر دو این دزدها پناه طلب میکنیم که خداوند ما را از هر دو این دزدها نگه بدارد. دیگر اینکه بین دزدی که مال میدزدد، اشیا را میدزدد، بین دزدی که سیاسی است، عقل میدزدد،
اینجا دا فرقها هست. ببینین یکم فرقش همین است که دزدهای عادی، دزدهایی که مال میدزدن، برادران عزیز، اونها وقتی که دستگیر میشوند دیدن که رویهاشون میپوشند تا که دیگرها نبینند. نه که دزد سیاسی، دزدهایی که بسیار بدگوهرند، بدنیتند، اونها با همین خیلی یک چهره آشکارا، با تمام آرا و تارا مقصد سخنشون نمیگن. یک فرق شمینه. فرق دیگرش همینه که دزد عادی را، یعنی دزدی که مالی ما را میدزده، همه لعنتش میگه تو بدبختی، تو خدا زده ای، تو نخواه مالی مرده که بدزدی. لیکن دزدهای سیاسی را بعضی از مردم ساده ما با تشکر میکنن، میگه بسیار گپای خوب گفت، بسیار دلالت های خوب کرد، بسیار راهنمایی های خوب کرد. بین فرقاش بینین. دیگر سوم فرقی که بین این دو دزد هست این است که دزدی که مال میدزدد، اشیا را میدزدد، گفتم تلفن میدزدد، تلویزیون میدزدد، این بر یک آدم ضرر میرساند. لیکن دزدهای سیاسی، دزدهایی که عقل میدزدند، اینها هزارها آدم دا برادرای عزیز زیان و ضررشان میرسد. برای این من به همه برادرای عزیز و گرامی، به همه خواهرای بسیار محترمه مراجعت کردنی گفتنی هم که هیچگاه در فریب نفرهایی که برای آرامی این مردم و ملت، ناآرام کردن این مردم و ملت وقتی سعی میکنن، تلاش میکنن، هیچ وقت در دست اونها دستان نگذارین، هیچ وقت در آسیاب اونها آب نریزین، زیرا که از این کار خواهری، برادری بعدا پشیمان میشوی. گفتی تاجیکی ما مشتی که بعد جنگ به یادت زد در سر خودت بزنش. الله مهربان توفیق منتید که آنچه را که من بیان کردم برادرای عزیز و گرامی، آن چیزی هست که امروز عزیزای خدا میگن کوری که در پیشت گوره. یک بارک شبکه های افغانستان را تماشا کنین، حال را ببینین، کار را ببینین، تشویش را ببینین. برای همین الله رحمت کند گذشتگان ما را میگفتن سوزن در تنه خودت بزنم، تبینه را در مقصد سوزن در تنه دیگران بزنم، تبینه را در تنه خودت. یا عکسش را میگفتن که یعنی همین درد بعد احساس میکنی. از همین لحاظ خداوند دعا میکنم که الله مهربان تمام ملک هایی که ناراحت و ناآرامند، خداوند آرامی را بیاره، راحت بیاره و الله مهربان در چهره هاشون تبسم پیدا کنه. و در این یک عمری که پیامبرمون میگه 60-70 سال است، عمر امت ما بین 60-70 است، خدای مهربان همین عمر به یک خوبی و به یک عبادت و با یک حلالی و با یک نیکی ها انجام دادن خداوند ما را موفق بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.